بیماریم گفت الله مهربان بیمارمون کده گفت طبیب آمد دیده که طبیب ها گفت ها طبیب دید گفت چی میگه طبیب مقصد دیاگنوزی چی خیلی ما آیت خوان حضرت ابوبکر گفت فعال لما یرید گفت طبیب انا توصیهش همین بود که فعال لما یرید انجام میتم هر کاری را که میخوام آیت قرآن آورد که مقصدش هم طبیب همو بود همو بیمارم کردگی های همو میگه که چیزی خواهم میکنمد این چقدر تکیه داشتم برادر عزیز بسیار بسیار تکیه شون زیادی بد بود نمیوازی دیدیم که ما چقدر ترس داریم چقدر میترسیم آیا میشه که ما مثال با ترس هر مشکلات ما برطرف کنیم نمیتونیم که ما با ترس مشکلات رو برطرف کنیم همین انسان باید در همه حالت الله را حاضر و ناظر بداند اگر انمی استواریش همین باشه دیگر انشاءالله بگیم آخی مردم درجه و مقام میبره نمردم درجه و مقام میبره برای آدم تکیه به الله داره پس قسم خورد و قسم بر آن اللهی که هستی من در ید قدرتی است حضرت دنبال قسم نگفت ما نقصد صدقت من مال قسم به بزرگی الله که کسانی که خیر دارند احسان دارند دسترخوان دارند سخیان تا زمانی که دنبال همی کارشان باشند خداوند مال یا را کم نمیکنه چند سال شد خانه حاجی در آونو میخریم خواهی دسترخوان این مرده یکون چی کم شید این حاجی خداوند برکت شدیا یک زیرکی همی های این همی از زیرکی هایی که همی آدمی که همی تاجیر باشه تاجیر رو دیده که چقدر زیرکن هر روز کرسی دلار اهمیت میتن هر روز مقصد نگاه میکنن که وضعیت چی خیلی او مقصد مردک تاجیره ای خیر و احسانم تجارتی با الله هیاخی این تجارت با او کردگیه اوجا دیگه با او راهی که با او طرف اگر بکشویش او را دیگه مقصد و سرحد نداره اوجا دیگه نمیشه که بگم بارد نمیه بچه مقصد اولی بعضی پرابلم ها شدگی های سرحد جنگ های این طریقه پا نیست وقتی تجارتی با الله که بسته شید خدای مهربان از هر راه رساندستش از هر راه رساندستش نمیگه دیگه قابچه آرد 200 چند سوم شید نمیگه که فلک روغن چند سوم شید نمیگه دیگه نیست طریقه پا دیگر برای آدمی که وقتی در اندیشش در عملش همین کار هست حضرت قسم خوردی سر مالت کم نمیشود قسم به الله میگه ببینین برای همین این چیز هم هر یک کدامت خیلی ایستاده در خود قبول که یک فکر که همین نفرهایی که دستی به خیر دارن مثال بگیم سخیان سخاوت پیشهن شما بینین همو دا چخیل کشویش ها هست چخیل برارها هست چخیل برکت ها هست برای که این وعده های هم قرآنی های و هم وعده ها در حدیث های پیامبر مناسب برای همین خوش به حالشان برادرای عزیز که وقتی که این کار انجام میدن تصور کنین که در عوضش خداوند اینه من صرف کردیستم با خدای مهربان در عوضش پول میده خب من اگر پول شد پول نتاود
фақат савоб боша ва мағфирати гуноҳ боша, ба ҳар ҳол одами бо саховат мекардагӣ камкамак мақсад мумкин ки як тарсу як ваҳм фарош бигирад. неки гап дар ие ки и марҳамати аллоро бин ки гуноҳта мебахша, савоби хайра метад, бо пулта барқарор мекунад. چی قدر حقیقتا در همین چقدر ما بردی کلان میکنیم. ما اگر ثواب ای را بگیریم با ثواب ای روز قیامت یکی از آدمای با عزت ماییم. ببین اگر گناه ما مغفرت شود یکی از آدمای بلندگردن منم برای گناه ها مغفرت شدگی با در دنیا هم در عوضش مبلغ هم اومده است. اینجا هم احترام هم هست، قدر هم هست. حضرت میگه قسم به خدا که مالت به سبب خیر و احسان کم نمیشه. ایرا برادرای عزیز اگر ما از زمره همی آدما نباشیم ما ایرا نمیفهمیم. ایرا کسایی به همین کار سر کار دارن که دائم دست دهنده دارن ایرا هم میفهمن. اگر همین گپی ما به گوش ما برسه هموا میگن که بس که این گپ حقیقتا جا داشته است، این سخن پیغمبر نازنین بوده ما نمیفهمیده ایم. یکی در عوضش مثال ما یافتیم حقیقتا یک دادن دا 10 یافتیم 10 دادن دا 100 یافتگیم. برای همین برادرای عزیز و گرامی حقیقتا این حدیث برای همون کسایی که کار داشتن میکنن میتن و میفهمن که خداوند در عوضش با مال آورده داده است. ببین یک باره 3 چیز میگیری. آیا الله مبلغ میگیری، خراجات کردگی تا برقرار میکنه، گناه تا میبخشه، ثواب خیر و احسان میتن. بازمی این الله میگه که والله یحب المحسنین. ببین اما الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله یحب المحسنین. قاری جان آیت ببین قرآن چی میگه؟ این سوره آل عمران است. خدا میگه آن کسانی که فی سرا و ضرا وقتی دستشون پر میکنن دستی پرشون دیدن ای خود نمیروند. بین وقتی پول میبینن سسته یعنی با قوت میبینن ای خود نمیروند. در حال میگه ای الله مهربان مرحمت که مرا داده، میگه از او حصه احسان و خیر جدا میکنه.